سلام بچه ها، چطورید؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشید. امروز اومدیم دوباره در تلاش هستیم برای اینکه بتونیم کاپ 10,000 رو بزنیم. من خودم بازی کردم، الان 9700 هم با این ترکیب دارم میزنم. یه تغییراتی توش دادم، به جای اون نیرور اومدم دارک پرنس گذاشتم، خیلی بهتر شد. والکری هم گذاشتم ولی یه کارتی لازم داشتم که سرعتش زیاد بشه، واسه همین دارک پرنس گذاشتم و خیلی بهتر شده و تا الان تونستم بتل خوبی باش بزنم. زدم داده سوپرسل با هوک خیلی برام سخته، با ترکیبایی که راکت یا لایت دارم خیلی سخته، چون فرنیس هم میتونم راحت بزنن، واسه همین سخت میشه زدنشون. اوکی، بریم ببینیم که میتونیم تا کجا پیش بریم دیگه. امیدوارم حداقل تا پارت بعدی 10,000 رو زده باشم. اوکی، ببینیم چی قراره بهمون بده. بچه اینایی که میبینید کلن ندارن، یه سریاشون احتمال اینکه بات باشن زیاده. میبینید ترکیب زد دارن، خیلی احتمال داره بات باشن. فرنیس یعنی هر مچ که استارت میکنی فرنیس باید توش باشه، این نمیشه زمین. تا الان که نمیدونم ترکیبش چیه. یه دونه چی انداخت یادم نیست کارتش. تا الان یه دونه لامبرجک و یه فرنیس کارت یادم نیست. یه زخم زد. بابا فرنیس بزن دیگه، چرا فایر اسپریتر رو زدیم دیگه؟ تسلا چیه قاجی؟ من نمیدونم این ترکیبش چیه. اوکی، هیچی نمیدونم. بطلا هم دستم یعنی یه زخم میزنه، فکرم تصویر. بچه صدای بازی رو هم کمتر کردم چون خودم ویدیو رو میکردم. با اینکه وسط های ویدیو صدا رو آوردم پایین، بازم صدای ویدیو خیلی زیاد بود و اینکه الان فکر میکنم اوکی شده باشه. باز اگه کم بود برای ویدیو بعدی بهترش میکنم. بابا فرنیس نه، امیدوارم فرنیس اولوشن نباشه که دهنم سرویس بشه. اگه بشه اونجا بود. بابا الان مگه بتل رام ننداختی؟ چقدر سریع ساری کل کرد. برو اینجا هیچی نداره. پرنس هم داره، زفشو زد. داره زفشو زد دیگه. اسپل تو کونت در نیاری. آره حتما میدوزم اونجا. ولی پیشبینی خوبی اومد دیگه. اوکی، اینجا دیگه باید سرباز رو برم چون اینجوری هیچ حمله نمیتونم بهش بکنم. دمیجم عقبم. 5 سرباز از این بر رفت. هیچی جمع یه فرنس از این بر. یه دونه فرنیس جمع کرد. خب 5 تا سرباز باید برن اون بر. باز دمیج خوبی بهش دادم به نسبت. این نیاد. این دور بچه این لمرجک ایوو خیلی یه موقعی بد نمیدی میگه میشست تاوه هیچ کارش نمیشه کرد. الان من چه گویی بخورم. این دوتا نجات هم بده. وای باز خوبه دمیج زیادی نتونست بده. جلو هم این فرنیسه نمیره بود. دو اسپله نمیدونم چیکار کنم. فعلا که جلو هم بازی اصلا یه کارتی باید داشته باشه، یعنی واقعا فقط بتل رمه اون کارتی که باش اتک بدی باید لاین عوض کنه حتما. چیدی یعنی تو فقط تو بتل رم نمیزنی. سرباز بنویسم اینجا میندازم که یه دفعه شیعی نکنه. چقدر زود انداختم، خیلی زود انداختم. فکر نمی‌کردم برگرده سمت اون اسکلت. اوکی جای نگرانی نیست، من جلو هم خیلی هم جلو هم. اگه راکت چیزی نداشته باشه میزنم. این سعیم اینجا اوت کن. دارت گوبلین خیلی نرفه بدی خورد بچه. دارت گوبلین ایوو همینجوریش با یه لاگ میمیره دیگه. اومدن
چی کردم؟ از اینجا رو بکنم جمع کنم دیگه هیچ کاری نمیکنم. یا ابرفز یا ابرفز چه بطرمه چه دمیجی داد. وای بدبخت شدم این مگه میذاره من دیگه بهش دمیج بدم. عروسایی که کنم همین دستقه با هم بابا اینقدر فرنیس ننداز کسکش. هرچی میندازم با یه فرنیس جمع میکنه. بیا فقط تسلا فرنیس تسلا فرنیس نزنه این تموم شد. ایوه چیزی بردم پشمام اینقدر دارم فشار میکنم ای بود خویی کرده آجی یه دورد گفتی جیجی. اوکی اولین مچه که تونستیم ببریم تاکسیک نمی کنم جیجی بود بریم مچه بعد. تایم ویدیو قبلی خیلی زیاد شد بچه ها. سعی میکنم تایم این ویدیو رو کمتر کنم دیگه. حالا اگه دوست دارید تایم ویدیو زیاد باشه داخل کامنت ها بهم بگید دیگه. پشمام آرسر رو بنازم ایونتش اومده. بریم یه مچ دیگه. لول 14 اینکه لول حریفم پایینه خیلی کمک میکنه چون فرنیس هم لول 14 گود لاک گینگ. هنوز بازی شروع نشده. بابا گفتم بازی شروع نشده. بابا خود چرا نچسبید به اونا؟ بزنش تو رو خود دمیج نده این بیشتر. مگه ننداختم گوبلین گنگو چرا چسبید به اوه اول بازی نگاه ایکس با اوکی میتونم بزنم اگه نره. وای روکت نداشته باشه ایکس با روکت داریم. من یه راکت اکنش در میاره. اینجا یه دارک پلانس میندازم. اینجا من امیدوارم سود نماسه. اوه بابا چرا اون نمو آی سیزار رو بزن کسمم بزنش دیگه بابا جون بکن. آره حتما یه بار تونستی بگیری. الان دوباره من میزنم تو بیایی با ایکس بود دمیج بگیر. اگه اینا کرکره نمیره آفرین کرکره مرد. کی داره بازی من نگم اون که زد یه دمیج دیگه مرسی. همین کلی من رو جلو میدم خوبه. این دیگه من نگاه میکنه استرسی میشه. کی داره نگم من فرندم ندارم تو کلم یکی اشاره ندارم. بزن تسلا رو یه دمیج بده دیگه بابا. قلب بدیم به اینی که داره ما رو نگاه میکنه. یه فرنیس فقط جهت سایکل شدن میندازم اوش بیاد دستم. ایکس با مندازه سرباز دارم دیگه زدشم بچه ها جدی کاری نمیتونه بکنه. هر مچ ایکس بایی که بهم خورده اوه دیوالکریه حواسم به این نبود. بزنش بزن. مرسی مینیپکا با غیرت. مرسی داخل کامنت ها مینیپکا با غیرت. گوه خوردم چقدر سریع سایکل کرد. نره اومد دارک برنز کسمت بزن جون مادر شل کن داده شل کن. وای فایر اسپریتم بیا جلو. اوکی یه لحظه خوبی کردم فایر اسپریت خوب شد رفت جلو. جیجی تموم شد. پشمام سوپرست زد ندادم خوجی این روکت هم داشت خیلی بد بازی کرد. حالا هرچند که من فرنیس هم استفاده خاصی نکردم ولی راحت میتونست. آره دیگه من با فرنیس هم استفاده خاصی نکردم صرفا فقط ایکس بوشو گرفتم. خیلی بد بازی کرد میتونست اذیت هم کنه. اوکی اینجا چستم باز کنیم. چی بود که من نمیدونم. اوکی 9760 بریم مچ بعدی. عجیبه سوپرستار بهم زد نداده. وای دگر داره. وای آجی بدبخت شدم. این فکر کنم این مچی که قرار
یواش اوکی. سوپرسل قراره دهنمو سرویس کنه. اول مچ الیت بربر میندازه. چته داداش چته. این که دگر داره خیلی اذیتم میکنه. هم خوبه هم بد نمیدونم. باشه داداش فهمیدم اوکی. حالت خوب نیست خدا وکیل. این اکسیری که تو خرج کردی واقعا بعید میدونم. بزنیدشون دیگه آفر. اکسیرم داره الان چیکار کنه؟ یه لاگ میشه. بابایی چه دکشیه پوفیوز. ای جاینت چی میگه من زن تو گاییدم. میپکو بزن. چه دک سنگینیه برداشتی آوردی. پسخولی چیزی هستی که عجبی کارت سبک. دارک پرنس یه دونه دشت. چقدر دک شروبره. باید حواسم به الیت بربرش باشه بچه. یوی الیت بربر بزنه چیزی نداشته باشم بدبخت میرم. باید اکسیرم مدیریت کنم. فوز چه دکیه نومیسن. من نمیدونم واقعا. بید بالا چرا نرفت بالا پیالا بیرون چه دمیجی داد من زنش شد. چه دکیه کام بکنم جوید آره فقط کارت چی آورده اکسی بالا آورده. سایرس بود مرسی. یه ویدیو تو اینستا دیدم بچه ها. روش فعال کردن کینگ تاور و فایر اسپریت بود. خیلی خفن بود واقعا. دم هر که اون روش رو بلد بوده جمع خیلی اسکیل خفنی بود. و اگه یکی فرنسل نشون میدم. خیلی میترسم بچه ها. الان اکسیر 2 برابر شده. قشنگ به نفع طرفه. نمیدونم یوگوی شورتش یه چیزی دقیقا یه همچین موقعیتی بشه دهن منو سرویس کنه. دقیقا همچین موقعیتی بشه دهن منو سرویس کنه. اینو ببین چه دمیجی خوردم. وو بزن وو چه دمیجی داد. یه ایجاینت انداخت اندازه 4 تا اسکلت برای من دمیج داد. بیا من الان چه گویی بخورم بابا. میگم خب من یه همچین موقعیتی میترسم. فریزم داره کی پست دارد با این ترکیب تنکس کیر خر. چه ترکیبی آخه. ترکیبش رو یه دقیقه نگاه کنم. آخه این چیه بیناموس. این چه ترکیبیه تو چیدی. همین ویدیو چقدر شد 13 دقیقه. یه مچ دیگه میریم به عنوان مچ آخر. خوب بود خدا وکیلی. این ویدیو رو من راضی بودم. تونستیم مچ خوبی بزنیم. این مچ رو ببرم که دیگه حداقل منفی نشده باشه. چی باشه ترکیبش. وای هوک سایکل نباشی خدا وکیلی. هوک سایکل و لایک بیدی اینفرنو خیلی اذیتم میکنم. مینی پکای من الان دستان نیست. اگه الان هوک بیاد نیست. ترکیبای سوپرسل من تست سرباز ماسک نداره. من نمیفهمم جای چقدر این گولدین کیج دمیج میده. بس یه بار اولین بار بود دمیجش رو میدیدم. یه بار ولش کردم. این انقدر به من دمیج داد. این انقدر به من دمیج داد. یعنی یه دمیجی سرش خوردم. یه تا عمر دارم اینو ولش نمیکنم. اینو تنهایی نمیخواد بزنم. همینه میتونم روش بدم. امیدوارم اکسی نداشته باشی دیگه. خیلی اکسی خرج کرد. میگونوز فکر یه مگانایت این بخواد فشار میکنه. اوکی کاورش گفتم اکسی نداره. من به اون ورم روش میدم. یه دمیجم بتونم آور بگیرم دیگه خیلی چی. اوکی اون ورا نگاه کن. من میرم. من روش میدم. اشتباه بود. وای مینی پکام اشتباه بود. به چخ میرم. شل کرد. میگم که حالا بد نشده. نمیدونم
میتونستم نرم مینی پکارو نزنه چی بعد بازی کنم باید فرنس مینداختم و میزم اکسی رو برابر میشه طرف یه کارتی تو شورتش در میاره دهنه منو سرویس میکنه جوینت بچه خیلی دمیج دو دستش هم نگید بیاد جلو ماسکش همونجا به این مگه میاد جلو اون رو بزن مینی پکو جور بچه باهوش باش مرسی مرسی سریع اینجا راش میدم یکی سهش کنم خدا بنامون تمام تمام چه ویدیو خوبی شد حاجی همه رو بردم یه دونه فقط منفی کردم که اونم بردم جی و در نهایت 9760 همونی که بودیم تمام میکنیم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دید بچه‌ها خیلی عاشقتونم حتما نظرتون رو داخل کامنت ها بهم بگید چه کاری انجام بدم که ویدیو بهتر بشه و اینکه دوستتون دارم دیگه تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ